صبح بخیر کدبانوانی عزیز. شما رو نمیدونم ولی من پیراشکی رو در صبح با چای شیرین دوست میدارم و چون همیشه طرز تهیه خودم رو پیشنهاد میکنم. امیدوارم پسندتان میآید. تشکر زیاد. خمیر رو شب خلیده در یخچال گذاشته بودم. طرز تهیه خمیر در صفحه هست، میتوانید ببینید. و برای اونی که پیراشکی خوب بیاید در وقت درست کردنش از ارد تماما استفاده نکنید و برای این در لالی روغن میمولیم و دستمون رو در روغن تر کرده خمیر رو به اندازه چهارمغز کلوله میکنیم، به زبالچه ها تقسیم میکنیم و اکنون روی اون رو نیم ساعت پیچونیده میمونیم و تا این زمان من سیب زمینی رو جوشانیدم و یک قسمش رو با پیاز، یک قسمش رو با کبوتی آمیخته کردم. با توبه روغن میریزیم و به میز کوریمون کمی روغن میمولیم و خمیر رو با دست تنک میکنیم، یعنی تماما از ارد استفاده نمیکنیم و البته میتوان پیراشکی رو به هر طرز دیگر هم پیچونید، ولی اینجا مهم نیست، زیرا که در وقت بیرون شدن خمیر 2-3 برابر دم میکند و از اون گلها هیچ باقی نمیموند. اینجا مهم اون است که خوب پیچونیم تا در وقت بیرون شدن باز نشود و مهم اون که خوب تنک کنیم تا که خمیرمون خوب پزد و درونش خام نآید. پیراشکی رو حتما باید در روغن داغ پزیم. برای این یک دونه خمیر رو چلپک کرده بر روغن می اندازیم و خوب ببینید روغن الک آماده هست و چلپک رو گرفته. اکنون می توانیم پیراشکی رو اندازیم. آتش باید میانه باشد و روغن حتما باید داغ باشد. پیراشکی ها آماده شدن و خیلی که میبینید همون روغن تازه هست و انامین خوبی اونی که خمیر رو با روغن تنک میکنیم و ارد استفاده نمیکنیم در انامین هم هست. هم پیراشکی تنک و با مزه میآید و هم روغن ما در آخر تازه می ایستد، یعنی از حساب گرد روغن نمی سوزد و این هم پیراشکی خوب میآید و هم روغن ما تازه میمونه. خوب پیراشکی ها آماده شدن. حالا میخوام داخلش رو ببینید. هرچند که حالا خیلی گرم هست و ببینید که داخلش پورا پخته هست و خمیرش تنک هست و بعضا می شود که پیراشکی رویش سرخ شده است ولی داخلش همانا خام مانده است. این حسابی آن است که خمیر حفظ باشد و ما که خمیر رو با روغن تنک کردیم و خمیر ما تنک آمده است، خوب پخته شده است. امیدوارم پسندتان آمد. البته هر کدبانو به طرز خود تیار میکند. من تنها طرز تهیه خودم رو پیشنهاد کردم. امیدوارم پسند شما قرار گرفت. تشکر زیاد. و همچنین میتوانید از این خمیر تنها چلپک کنید و چلپک هم با چای شیرین بسیار خوشمزه است و ببینید داخلش خیلی خوب پخته شده است و خمیرش خام نیست و میتوانید همین گونه چلپک هم تیار کنید و این هم بسیار با چای شیرین خوشمزه است.
تا ویدیوی دیگر، خداوند نگهبان ما و شما.